پول گم کردی میابی، رفیق گم کردی میابی. مثلا دارایی و ماشین و خانه اگر از دست دادی باز میابی. لیکن پدر و مادر گم کردن این به بازگشت است. مادرانی هستند که میگن سر فرزند رفتن، یعنی در وقت تولد کردن اونا تولد میکنند، کسی را به دنیا میآورند و خودشان جانشان از دست میدهند. یعنی برای به دنیا آمدن یک نفر وای تیار است که جانش خورد. وقتی که کار می آمدم میرفتم از کار که علاقه زندار و کودکدار بودم، من میدیدم که در قطار زن و فرزند مادرم از اینها زیادتر راهی مرا میپایند و افسوس که بازم ما انسان ها به قدر پدر و مادر نمیرسیم. وقتی که آنها را از دست میدیم بعد میگیم که اگر میشدن من برای وای مثلا از آسمان ستاره میآورده بودم. تمام بایگری ما پیش پایش میپرد. گفتم ما دیر به قدر آنها میرسیم وقتی که آنها رو از دست میدهیم. همه چی در دستم بود لیکن برای مادرم هیچی کردن نتوانستم. برای مادر وقتی که زنده است و مثلا ما فرزندان براش عزیزیم، برای وای هیچی در کار نیست، فقط یک احترام خاصه، مثلا یک توجه خاصه در کار که همیشه مثلا ما برای گرچنده که سالار باشیم، مثلا سن و سالمون به جای رسیده باشد، برای آنها همون فرزندیم، همون کودکیم. این بارها در عمل وای کردیم لیکن به زبان آوردن شاید شرم می داشتیم، شاید نمیدونم میگفتیم که حالی وقتش میشد که بسیارتر اینا بعد میگوییم. لیکن در حقیقت من مادرم دوست می داشتم.